این روستا در باختر 70 خانواده دارد و مردمش از حساب کشاورزی و چارواپروری روز می‌گذرانند. زمستان سختی رو پشت سر کردند. بیشتر از 700 چارواهشان تلف یافت. گندم در انبارها کم ماند. از این رو دویشان در نوروز فراوان حاصل است. خدا هر بنده را به مراد و مقصد برسانه به خرسندی. علف سبزه ها بلند شود، غله و دانه فرایمان شود. همه بندگان سیر پر شوند پروردگار. میمونیم کالا که خدای تعالی بتیه بهاشه. شهریگل دوست و ساکن 58 ساله دهه ارگش که سومنک میگذارد میگوید از رنگ و سرکشیدن گندم میتوان سال خوب یا بد بودن را پیشگویی کرد. اگر گندم که سفیدک شد با این خیلی سبز خوشروی بغوار شدک بدون که او سال سیری پری بندگان همش خرسند میشن، همش شادی میکنن، به مقصدشون میرسن. اگر گندم که همین سبز کردند که سرخ شدن که گرفتک این دانه همش سرخ میشن که خون پر کردگی میشود او سال خوب نمیآید. در آن طرف دهه ارگش سومنک همسایه ها رسیده است و آنها سومنک دیگی میپزند. برای پختن این سومنک هم وقت لازم است و صبر و طاقت. فیضی شریپова یکی از زنهای کهنسال دهه پختن سومنک دیگدانی را به زنان جوان می‌آموزاند تا این شیرینی سنتی نوروز باستانی برای نسل‌های آینده هم بماند. دیگدانی دیگه، دیگدانی با مزه شیرین رسمی همی با موموی کمون فصلی بهار ده فقط همی دیگدانیش با مزه ته. در گوشه های دیگری ده مردم از پی کارند و پیرانسالان هم دیگر نترسیده از یخ و گل قدم میزنند. اشورعلی مقصودов یکی از آنهاست که منتظر تجلیل جشن نوروز است و دعای نوروزی او هم سرسبزی و فراوان است. هوا ببار غله ها شو گندم شو جوا شو علف شو مؤمنان خدای تعالی مالاشون شکمشون سر شو همه به مراد مخصوص برسه. الله اکبر.